خیلی خوشم به ویدیو امروز قرار با هم دیگه ماینکرافت بازی کنیم. بله و امیدوارم که از این دو ویدیوهای ماینکرافتی خوشتون بیاد و آره بذار بریم سراغ ویدیو. let's go. خب قسمت قبلی داشتیم ماین میکردیم و از اینا داشتیم ماین میکردیم و هدف این قسمت بود اینه که آرمولای آرمورای فول دایموندی اینچنت شده بگیریم. حالا نمیگم فول اینچنت ولی اینچنت شده بگیریم و آره و شروع قسمت رو با مقداری جمع کردن از اینا و قیمت گرفتن یه دونه آرمور چیز دایموندی 9000 و 10000 تا پول بخوایم که 10000 تا پول خیلی چیز خاصی نیست و میتونیم جورش کنیم. اوکی بزن بریم. و بعد چون قسمت بعدی قطعا میریم سراغ لوازم جانبی و مثلا عین شالکر و توتم و آره مثلا اینجور چیزا و قسمت بعدش هم میریم برای گرفتن نصف وسایل نظراتی عین شمشیر و کلنگ و بعدش میریم برای آرمرا و توی 5 قسمت کارو در میاریم دیگه. آره توی 5 قسمت میخوام یه سری کوتاه ببینم که اگر حمایت میکنید واقعا آره. خب من همینطور که دارم ویدیو میگیرم همینطور صحبت میکنم دارم ماین میکنم چون خیلی ماین طول نمیکشه و فکر کنم یه چند دقیقه دیگه صحبت کنم اوکی بشه. و یکی دیگه از چیزایی که هست این ویدیو رو یه چنل رو دنبال کنید، این ویدیو رو لایک کنید. بچه ها شاید بگه هر روز من ویدیو میذارم آره ولی بهتون بگم روزای شنبه و چهارشنبه به احتمال ویدیو نمیذارم و روزای یکشنبه و دوشنبه میچسبم و 2 تا ویدیو خوب و تمیز جور میکنم. آره 2 تا ویدیو از همین ویدیو کوتاه ولی ادیتاش یک ذره طول میکشه لامصب و من میشینم 2 ساعت ادیت میکنم قشنگ با حوصله کار رو بخوام تمیز درارم. البته 2 ساعت نشد ویدیو قبلی کلا نیم ساعت بیشتر نشد ولی بخوام سعی کنم ادیتور تمیز در بیارم. اوکی بریم اینجا و بفروشیم. اوکی من میرم بفروشم برگردم. خب اوکی پولای ما رسید به 17000 تا و الان قراره که ما چیز بگیریم یه دونه از آرمرای مهم بازی دایموندی یعنی چست پلیت و هدف بعدیمون کلاه بگیریم و اینا میذارم قطعا توی اندرچستم که به دردمون میخوره. و اگر خواستین از این دو سری بذار من اینا رو بردارم بذارم چیز سلاش خود نیازمون نمیشه اینا چیز به درد نخوره. اینجا سلاش خود من دیدم این خب بریم براش و بریم که آقا ماین کنیم. شروع میکنم که به کار کردم و ببینیم چقدر ما میتونیم واقعا توی این چند روز چقدر میتونیم کار کنیم. بریم براش. و پولامون با هم ببینید فقط ببینید چقدر تون اضافه میکنه این 4 5 15 هزار تا 6 16 هزار 17 هزار جان من به 20 هزار برسی به 18 هزار فکر کنم بتونیم بخریم هلمت و کفش و اگر هر دوتاش قیمت کمی داشته باشن من شاید بتونم بخرم.
هم هلمت هم کفش. دیگه پول ندارم. خب چقدر؟ بذار ببینیم با چقدر اون. و آره عالی میشه که ببینیم چقدر. اینا با بپوشیم. اوکی. خب ایناهاش، این 2600 تاش، این 2900 تا که حدودا میشه همون 20000 تا باید جمع کنیم که الان بریم برای جمع کردنش و فول دایموند که بشی بعد بریم برای فول دایموند این چند شده. برم من نکنم بفروشم و آره بعد بیام. آها یه چیز دیگه بخواستم بین همین که دارم میکنم بهتون بگم، اگر از دو بازی دیگه به جز ماینکرافت و چیز بقا یا مثلا از تفنگ بازی شوتینگ و اینا خیلی خوشتون بیاد یا مثلا بازی های چی میشه گفت مثلا شبیه پسرخانه بزن بهادر و اینا، اگر از این دو مثلا بازی خوشتون بیاد، اگر بازی میدونید داخل کامنت ها به پیشنهاد بدید. خب اوکی، من پولا 20000 رو جمع کردم وقت خریدشه و الان فول دایموند شدم و یه استک هم من لپیز، چه دقیقا من نمیدونم لپیز دقیقا یه استک شد. خیلی چیز باحالی بود و آره کاش که ویدیوشو میگرفتم و بیدید. خب بریم اینجا و وقت اینه که نه خب بخشید اشتباهش لپیز رو بخوایم بیچت کنیم. بله منطقی. لپیز این چند شده بهم بده بعد بزنم یک دفعه ببینیم همه این چند رو بهمون بده. اوکی چی میده؟ پروتکشن 3 نه ضرر نمیکنم. پروتکشن 3 و فار پروتکشن و پروتکشن ایلا وصف. بذار از همینجا بگیریم این چند و دوباره این چندش کنیم. امیدوار باشی که یه چند دپسترایدر آیا خوش شانسی برای ما بیاره. خوبه به هر حال پروتکشن دار باشه همینش مهمه. پروتکشن فار پروتکشن نیاز دارم. نه نیازش ندارم. همش پروتکشن باشه اینجا فرقی نداره دیگه. پروجول پروتکشن حالا نداشتم آمریکینگ سم دار بیپوشیمش دیگه. بلاست پروتکشن نه ضرر نمی کنم. این چیه؟ بلاست پروتکشن چیه؟ ضرر نمی کنم. ضرر نکردم و الانه که خوششانسی نه این که خیلی خوششانس نبودم. فار پروتکشن داره میده. این رسپلیشن اینا که بینی این چند تا مثلا خیلی باحال نیستن و مثلا اصلی ها نیستن بهتون چیزای خفن تری میدن. دقت کردم. پروجول پروتکشن این خوش شانسی بود بپوشیم و اینا فار پروتکشن میده که اینو میگیریم ضرر نمی کنیم و پروتکشن آی ویو بده دادا اصلا آمریکی نیاز نیست. و الان ست فول دایموندی خودمون رو چیدیم و بزن این لپیزا رو بذاریم اینجا و بزن بریم توی خود ماینینگ. و خب ممنونم که این ویدیو رو دیدید. دنبال کردن چنل من و این لایک این ویدیو و زنگوله بغلش فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدافظ.